شب بر شما خوش بینندگان عزیز و همراهان همیشگی سایت و اپلیکیشن آنتن. من کیارش واحدی هستم، گزارشگر تقابل حساس الچه و رئال مادرید از هفته 13 لالیگا. ارتباط قطع شده توسط گارسیا. کیلیان امباپه پا توپ داره جلو میاد، پاس برای رودریگو، موقعیت هست برای رئال مادرید. رودریگو ضربه رو میزنه تو این اجازه به آسنسیو و کار راست داده شده که جلو بکشن. خود آسنسیو توپو در اختیار داره، تو سر توپ هم زد، پاسش خوب بود برای کیلیان امباپه. دین هاوس رو به جلو رودریگو، کنترل انجام داده. کارراس در تلاشی که عبور کنه از سطح یوزگو توپو لو داد، بچه‌ها لو داد، حالا موقعیت داره شکل میگیره برای الچه. چه فرصتی رو از دست داد رافا میر. ببینیم از این موقعیت چگونه استفاده میکنن رئالی‌ها. کورنری که به دست اومد و آرنولد پشت این ضربه کورنر قرار گرفته. معمولا ارسال‌های خوب و دقیقی داره. آرنولد توپو بلند فرستاد، فرصت هست برای رئال مادرید. فکر کنم میخواد مستقیم بزنه. رافا میر خوبم زد و دستانه مطمئن تیم. پاس به سمت راست که آرنولد حضور داره، توپو بلند میفرسته داخل محوطه جریمه الچه و باز هم این یاکی پنیا الچه رو در بازی نگه میداره. اجازه بدین حرکت رئال مادرید رو ببینیم. کیلیان امباپه از سطح دو بازیکن عبور کرد. کیلیان امباپه توپو در اختیار داره. امباپه پاس برای رودریگو، فرصت هست برای رئال مادرید و باز هم واکنش بالرا. دیانگانا پاس رو به جلو آندره سیلوا، موقعیت رو شکل میگیره برای تیم الچه. آندره سیلوا، فباس قشنگ دارن پاسکاری میکنن. فباس باید کارو تموم کنه. همین اتفاق میفته و دروازه رئال مادرید باز شد. حساب کار 1-0 شد به سود الچه. آرنولد پاس بلند، جود بلینگام تاثیر رو گذاشت. وینیسیوس جونیور، خود وینی جونیور نتونست توپ رو گل کنه. میخواست پاس بده به کیلیان امباپه، ارتباط قطع شد. شاگردان ژاوی آلونسو کم فروغ ظاهر شدن. کیلیان امباپه وقتش که یه شوت بزنه پاس میده اونجا به آرنولد، زمینی فرستاد آرنولد و تیر دروازه. وقت و اقبال هم یار نیست با رئالی ها. ارسال بلند آرنولد، فرصت هست برای رئال مادرید و دروازه الچه باز. کمی و کاسی هم دیدین، به بزرگی خودتون ببخشید. گزارش واقعا کنار شما لذتش دو چندان میشه. آلوارو یه حرکت آغاز کرد به سمت دروازه رئال مادرید، یه حرکت تکنیکی زیبا و دروازه رئال مادرید باز شد. حساب کار 2-1 میشه به سود الچه. جسایی آرنولد توپو بلند میفرسته، ضربه سری که زده شد دین هاوسن. موقعیت هست برای جود بلینگام، همچنان فرصت هست برای رئال مادرید و گل تساوی. رئالی ها رو به بازگشت امیدوار میکنه. بشته بدیم موقعیت رو ببینیم برای الچه. رافا میر، کیلیان امباپه پاس رو به جلو، فرار کاماوینگا، موقعیت رو شک میگیره برای رئال مادرید. اوه قشنگ یه گام کم آورد بنده خدا. این پنیام شانس نداره. داور سوت پایان بازی رو زد. الچه 2 رئال مادرید 2.